فکر کنید که باید اگه توی کشورهای اروپایی زندگی میکنید حداقل باید 35-40 سال کار کنین، یا اینکه حداقل برای بازنشستگی کامل باید 40 سال توی کشورهای اروپایی قانونش اینجوریه که باید زندگی کرده باشی تا بتونی یک بازنشستگی کامل به تعلق بگیره. در غیر این صورت 1/3 درآمدی که شما الان کار میکنید زمان بازنشستگی بهتون تعلق میگیره که این قبل از مالیات، تازه ازش مالیات هم کم میشه. خب به نظر من اینا دلایلی هستند که آدم بتونه قبل از اینکه بازنشسته بشه فکر اون موقع رو بکنه که بره دنبال یک درآمد دیگه اضافی که بتونه زمان بازنشستگی راحت با آرامش زندگی کنه. من خودم این کار کردم از طریق یه روش درآمد با کامپیوتر دارم کار میکنم و خدا رو شکر خیلی ازش راضی هستم. درآمدهای بسیار فوق‌العاده میده و آموزش‌های بسیار جالب، چیزایی که من سالهای سال با کامپیوتر کار کردم با این چیزا آشنا نبودم. یاد گرفتم چجوری میتونی از طریق اینترنت کار کنی، درآمد داشته باشی و به شیوه‌های مختلف. این در واقع وقتی شما این کار رو شروع میکنین در واقع برای خودت یه شرکت باز میکنی، حساب میشه به عنوان یک صاحب یک شرکت، صاحب یک در واقع کسب درآمد با اینترنت و این به اسم شما ثبت میشه. زمانی هم که شما خودتون بازنشست شدین میتونین منتقل کنین به بچهای خودتون که اونا همینو ادامه بدن. و اگه آدم زرنگی باشه، کسی آدم زرنگی باشه، میتونه بعد از 3 ماه دیگه درآمد در بیاره از این طریق. اگه دوست دارین شما هم امتحان کنین مثل من که سالهای سال که خودم شرکت داشتم و کار ثابت هم داشتم که الان اومدم این کار شروع کردم و خدا رو شکر خیلی هم راضی هستم. اگه شما علاقه‌مندید اسم و ایمیلتون رو توی سایت من بفرستین، بعد من بهتون اطلاعات بیشتری میدم. مربیای بسیار خبره و باسواد هستن که به شما راهنمایی میکنن از اول تا آخرش و شما تنها نیستید تو این مسیر. به طور کامل حمایت میشین که چجوری بتونین این کار رو پیش ببرین. امیدوارم که هر کجا که هستید صحیح سالم باشید و شما بیاد به خانواده ما که داریم این کار انجام میدیم بپیوندید. شاد و سرحال باشید در هر کجا که هستید.